به برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. شاله گلخوجه هستم. تا 15 دقیقه دیگر در کنارتان. قبل از تقدیم خبرگزاری شد توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 19 آگوست. مرگ بر اثر زن و زنی نزدیکان یک جوان هلاک شده در شهر دوشنبه میخواهند که عاملان جنایت مجازات شوند. بچه خوب بود الحمدلله، زیان و ضررش نمیرسید. ازبکستان برای بیکار کردن تحریم ها به ضد پختش $500,000 داده است. لغو بایکوت بر پایه مراقبت یا خود مانیتورینگ مستقل عملی خواهد شد. و در حالی که اهل عالم با موج دوم کرونا ویروسی نو مواجهند، ساکنان ووهان چین منبع پیدایش ویروس کووید 19 توی تماشا دارند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با مرگ یک ساکن جوان شهر دوشنبه تفتیشات را آغاز کرده است. بهرام یعقوبوف دیروز بر اثر لطوکوب گروهی به هلاکت رسید. در این اواخر افزایش زناشویی و جنایتکاری از سوی جوانان در تاجیکستان نگرانی ها را به بار آورده است. در آخر ماه گذشته هلاکت یک جوان 18 ساله از دست همسالانش در ناحیه عینی جامعه را تکان داده بود. درباره قضیه دیروزه امردین اولیموف نقل میکند. جسد بهرام یعقوبوف 24 ساله را که در پی لطوکوب گروهی از جوانان جان داده است، امروز 19 آگوست در قبرستان دهه 1 می ناحیه رودکی به خاک سپردند. این جوان به قول نزدیکانش پس از نصف روزی 18 آگوست از سوی چند از جوانان هم محل خود مورد لطوکوب قرار گرفته است. تقریبا من 2 ساعت پیش همین واقعه دیده بودم برادرم. مقصد در نزدیک خانه بودیم، نزدیک خانه دیده بودیم 2 ساعت پیش. بعد هم 2 ساعت هم خیلی واقعه به عمل آمد. همون چند درباره هیچ صحبت نمیکرد؟ نه، که مقصد هم خیلی صحبت‌های خود ما بود. مقصد یاد سلام علیک کردیم، احوال پرسیدیم و نقضی سوزی پرسیدیم. بعد عقب کار شدیم، گفت زنگ میزنم من میبینم ان شاء الله. بعد هم خیلی واقعه با واقع اومدم با شکا زنگ زدم تا همین حالت شده. بهرام یگانه پسر خاندان بوده است. دوستانش از او انسانی آرام طبیعت یاد میکنند. چه بود که مقصد ضررش نمیرسید. یگان که الحمدلله بچه با آداب، مقصد بچه خوش معامله بود، مقصد بچه گنده نبود، بچه ضررش نمیرسید. مقصد جوانان دو جامعه دو هم محله دو بچه خوب بود الحمدلله، بچه زیان و ضررش نمیرسید. یگان کس شاهدان میگویند حادثه در همین جا در کوچه به نام رحیم جلیلی ناحیه شاه منصور پایتخت صورت گرفته است و بهرام یعقوبوف پس از نصف روزی 18 آگوست از سوی یک گروه جوانان مورد لطوکوب قرار میگیرد و با جراحت ها به هلاکت میرسد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هم با نشر یک خبر کوتاه گفته است وابسته به این حادثه جوانان 19 و 20 ساله را بازداشت کردند، اما در خبر وزارت گفته نشده است که آن نفران کیها هستند. اما نفرانی که از حادثه آگاه هستند میگویند افرادی که بهرام را لطوکوب کردند دوستان او بودند. در تاجیکستان حادثه های کشتار تقریبا هر هفته رخ می‌دهد. روانشناسان چنین جنایت های با بیرحمی گوش‌نشینی صادر شده را علامت بیرحم‌تر شدن جامعه می‌دانند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. بعد از تبادلات یا کودتای حربیان در مالی، رئیس جمهوری این کشور افریقایی ابراهیم بوبکر کیتا از مقام خود استعفا داد. چند ماه باز در این کشور تظاهرات ادامه داشت. تفصیلات را همکارم کیو مرسیت تو میگوید. رئیس جمهوری مالی ابراهیم بوبکر کیتا روز سه‌شنبه در یک اظهارات تلویزیونی استعفایش را اعلان کرد. این کار بعد آن صورت گرفت که نظامیان در مالی تبدلات کردند و پرزیدنت و برخی از منصبداران دیگری بلندپایه را دستگیر نمودند. اگر امروز بخشی از نیروهای مسلح فکر میکنند که با دخالت آنها حکومتداری من باید تمام شود، آیا انتخاب دیگری هم دارم؟ من تشنه خونریزی نیستم تا به این وسیله مقام خود را حفظ کنم. حالا استعفای فوری خود و پراکنده شدن حکومت و اسامبله ملی را اعلان میکنم. خدا مردم ملی را نگه دارد. در این کشور افریقایی از ماه ایون باز اعتراضات جریان دارد. ناراضیان کیتا را به فساد و بد شدن وضعیت در شمال و مرکزی مالی، جایی که سالهای اخیر جنگجویان اسلامی فعال شدند، عیبدار کرده و استعفای او را طلب داشتند. روز سه‌شنبه معلوم شد که نظامیان تبدلات کرده پرزیدنت و سروزیر، منصبداران بلندپایه و چندی از گنرال ها را بازداشت کردند. ادامه قضیه به چه شکل پیش می رود و تبدلاتگران چه هدف دارند فعلا روشن نیست.
همکاران ما از بخش ازبکی رادیو آزادی گزارش می‌دهند که وزارت سرمایه‌گذاری‌ها و تجارت خارجی ازبکستان شرکت کسنافون استراتژی را برای دستگیری اطلاعاتی پخته ازبکستان و لغو بویکوت پخته این کشور از طرف ائتلاف کاتون کمپین و یا شرکت پخته کیرو نموده برای اجرای این طرح $585,000 اختصاص شده است. همکارم اسکندر خواجه میرزاده این موضوع را پیگیری داشت و قبل از برنامه از او خواهش کردم در این باره تفصیلات بدهد. سوال اولم این بود که مبلغ ذکر شده برای چی صرف می‌گردد؟ بله شهلا، کسنافون استراتژیز باید یک برنامه استراتژی و سلسله مقاله‌های تحلیلی درباره منع کار اجباری در ساحه پخته‌کاری ازبکستان را تهیه نموده، همراه با عکس و نوارهای ویدیو در رسانه‌های معتبر غربی و شبکه‌های اجتماعی جای دهد. این مقاله‌ها باید ثابت کنند که در ساحه پخته‌کاری این جمهوری مهنت اجباری استفاده نمی‌شود. کاتون کمپین یعنی ائتلاف سراسری حامیان حقوق سرمایه‌گذاران متخصصان ساحه شغل اهالی که هدفشان از بین بردن مهنت اجباری در ساحه پخته‌کاری ازبکستان و ترکمنستان است، در این باره چی میگویند؟ یکی از نمایندگان این ائتلاف لین شوایسفورت گفته است که خوب میبود اگر حکومت ازبکستان در فکر منع واقعی زحمت اجباری در ساحه پخته‌کاری میبود و کیرا نمودن شرکت تنظیم کننده روابط جمعیتی یا خود PR نمیتواند برای لغو بایکوت پخته ازبکستان همچون اساس مد نظر گرفته شود. با گفت نامبرده لغو بایکوت بر پایه مراقبت یا خود مانیتورینگ مستقل عملی خواهد شد. مگر حکومت ازبکستان در این سمت کاری را بیشتر از این به سامان نرسانیده است؟ بله، وقتی شوکت میرزیوف پرزیدنت ازبکستان انتخاب شد، او قانونی را امضا نمود که مهنت اجباری در قلمرو ازبکستان را منع کرده است. حکومت این مسئله را اولویتناک میشمارد و سعی کرده است که با ائتلاف کاتون کمپین لغو بایکوت پخته را حل و فصل کند، ولی تا امروز وضع تغییر نیافته است. رادیوی آزادی هم ماه اکتبر سال 2019 هم گزارش داده بود که در زیر چرخ تراکتور پخته در ناحیه بایاووت ازبکستان 2 سرباز پخته‌چین هلاک شدند. خلاص عنعنه زمان شوروی تغییر نیافته است و در این کشور آسیای مرکزی کارمندان دولتی، استودنتان و مکتبخوان‌ها و حتی نظامیان در قانونچین پخته شرکت می‌ورزند. آیا در تاجیکستان وضع دیگر است؟ بله، سال گذشته هم ما درباره پخته‌چینی معلمان و کارمندان ساحه‌های بودجتی تاجیکستان گزارش‌ها داشتیم. رئیسان ناحیه‌ها و ولایت‌ها هم در پخته‌چینی اشتراک می‌کردند، اما کارمندان بودجتی و دانشجویان تاجیک نه در وقت کار و درس بلکه عادتاً در روزهای استراحت به پخته‌چینی دعوت می‌شدند. و حالا سوال آخرین، همین بویکوت چه اهمیت و چه تاثیر دارد؟ بله شهلا، در سال 2012 وقتی بویکوت از طرف ائتلاف بین المللی با نام کاتون کمپین اعلان شد، 130 شرکت نامدار جهانی از خریدن پخته ازبکستان دست کشیدند. ساحه پخته‌کاری یکی از مهمترین ساحه‌های خواجگی خلق ازبکستان بوده، سالانه به بودجت این کشور بیش از $1 میلیارد می‌آورد. با سپاس از همکارم اسکندر خواجه میرزاده که با ما صحبت داشت. در ادامه برنامه درباره قانون نوی کاری روزنامه‌نگاران در قزاقستان و توی تماشا در ووهان چین سرچشمه پاندمی کرونا ویروس گزارش خواهیم داد، ولی قبل از آن یک آگاهی پیشکش می شود. با ما بمانید. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. برنامه را ادامه میدیم. در قزاقستان بارها ژورنالیستانی را که تظاهرات را پوشش دادند بازداشت و حبس و لط و کوب کردند. چنین برخورد باعث نگرانی های سازمان های بین المللی و از سوی حکومت کشور قبول قاعده نوی کاری ژورنالیستان هنگام تظاهرات، جمع آمد یا ازدحام شده است. اما باز هم کارشناسان میگویند این قاعده ها از منفعت نمایندگان وسایل اخباری عامه حمایت نمی کند. گزارش تلویزیونی نسته شیوریم را در تقدیم میرزانبی خالقزاد میبینیم. طبق قانون نو قزاقستان هنگام اعتراض مسالمت آمیز که بیشتر از 200 نفر شرکت میکنند، مقامات مرکز مطبوعاتی تشکیل میکنند. از روی قاعده نو اطراف مرکز مطبوعاتی با لنت
از اعتراضگران جدا کرده می شود. برای انعکاس حادثه و گرفتن مصاحبه مقامات به خبرنگاران شرایط فراهم می کرده است. در قانون نو همچنین گفته می شود که خبرنگاران می توانند از بیرون مرکز مطبوعاتی هم معلومات جمع آوری کنند. قاعده نو سوالهای زیادی را میان خبرنگاران ایجاد کرده است. در سند فعالیت خبرنگاران هنگام تظاهرات صلح‌آمیز اشاره شده است. مقامات درباره اعتراض قانونی اشاره کردند. اگر اعتراض به اجازت مقامات باشد مگر این حجت کار نمی کند یا حادثه های دیگر. مثلا در تجربه من بود که هنگام تصادفاً از راه می گذشتم مردم راه کلان را بستند. من فکر می کنم در چنین حالت هم این قانون تطبیق نمی شود. همین گونه سوال را پیاتر تراتسنکو خبرنگار رادیوی آزادی هم به میان میگذارد. ولی در یک چنین اعتراض به اجازت مقامات تشکیل شده بازداشت کرده بودند. به اندیشه وی قانون نو را برای اداره کردن خبرنگاران قبول کردند، نه برای تامین بی‌خطری کاری آنها. در تجربه من تا حال یگان حالت نبود که وزارت اطلاعات برای آسان شدن فعالیت خبرنگاران در میدان کار کرده باشند. به فکر شخصی من این قانون را خواه ناخواه برای آن قبول کردند که فعالیت ما را اداره کنند. رهبر فاند آزادی سخن تامارا کالیوا هنگام محاکمه این قانون شرکت کرده است. به اندیشه وی این سند هیچ کار خبرنگاران را محدود نمی کند. در سند گفته شده است که ژورنالیست می تواند هم در مرکز مطبوعات کار کند و هم بیرون از آن. اما آنچه که به کارمندان مقامات قدرتی ربط دارد، باید ژورنالیستان قانون را با خود گیرند و هنگام بازداشت به آنها نشان دهند. کمزولچه رنگ کبود نوشته پرس اکنون خبرنگاران را از دیگر اعتراضگران فرق می‌گذارد. اداره های رسانه ها را لازم است کمزول های نارنجی و زرد خود را به رنگ نو عوض کنند. باید قید کرد که قبلا در تظاهرات بی اجازت شعارها و پفک های رنگ کبود منع شده بود. در حالی که این شب و روز کشورهای جهان با موج دوم کووید 19 مبارزه میبرند، ظاهراً ساکنان شهری که طبق اطلاع سازمان‌های تندرستی سرچشمه پاندمی کووید 19 محسوب می‌یابند، فارغ بال شده است. آخر هفته گذشته در ولایت ووهان چین جمع‌آمد عمومی فرهنگی برگزار گردید. شرکت‌داران در این چاره‌بینی نه نقاب طبی داشتند و نه مسافه اجتماعی را رعایت کردند. مومین احمدی با جزئیات بیشتر. با دیدن این صحنه‌ها باور ناکردنی است که نوارهای زیرین چند روز پیش در شهر ووهان چین نواربرداری شده است. محض در همین جا آخر سال گذشته نخستین بار ویروس کووید 19 پیدا شد که در سراسر جهان تا امروز 780,000 نفر را قربان کرد. ووهان منبع پیدایش کرونا ویروس نو بود که بعداً این بیماری در تمام دنیا دامن پهن کرد. ولایت عبارت از 11 میلیون اهالی در ماه ینور کاملا در کرانتین قرار داشته تا میانه های ماه اپریل خیابان‌هایش به آدم بود. اما حالا ساکنان ووهان نقاب ندارند و مسافه اجتماعی را رعایت نمی کنند. این بی‌پروایی به سبب نیست. در حالی که بیشتر شهرهای دیگر چین با موج دوم کووید 19 دست و پنجه نرم می کنند، در ووهان از میانه های ماه می یگان حالت نوی گرفتاری به کرونا ویروس نو ثبت نشده است. و امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با سفر کاری امروز به ولایت مختار کوهستانی بدخشان رفت. سفر از ناحیه درواز آغاز شد. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت خبر می‌دهد که امامعلی رحمان در این ناحیه کارخانه کرون کالسیت را به استفاده داده است که در یک سال 100,000 تن سنگپاره‌های مرمری استحصال خواهد کرد. همچنین پرزیدنت تاجیکستان از قسم نظامی قشون‌های خشکیگر دیدن کرده بود. باید گفت که ضمن سفر اخیر خود پرزیدنت تاجیکستان در این ولایت در 2 سال پیش مقامات را برای راه دادن به جنایتکاری و قانونشکنی در این منطقه سخت تنقید کرد. بینندگان عزیز، در همین ثانیه ها برنامه امروز خبری را به پایان میبریم. سپاس که ما را همراهی کردید. با خبرهای بیشتر از این میتوانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org آشنا شوید. ویدیوهای روز چون همیشه در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب گذاشته می شود. من صبح فردا شما را در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا، خدا نگهدار.